باز کنیم چی بخوریم اول؟ قایق خریدیم با آمو جواد شریکی 50-50 سدونگ سدونگ جواد. آیدین هم آوردیم از اون فیلم بگیره. سپاس بفهم های فیلم بعدا نظریه میشه جان. امروز هم پاپ مرده. نخندیم چه بیدار شدیم گفتیم قایق بخریم دیگه. دولت ایتالیا اگر خبردار شه با پول بورسیه هاش دانشجوها دارن قایق میخرن. میدونم الان تو بلدی که دوربین میدی امین؟ یاد میگیریم دیگه. که بلد نیست؟ بلدم درو. باز من 10 سال تو تبریز داشتم قایق مینداختم تو آب. جواد شروع کرد بره روینگ. اینوری اونوری. خب تا آیدین قایق رو باد میکنه ما میریم و برمیگردیم. میکروفون هم نیافته. خب داشته باشه شمین برو. من 10 سال سوار قایق میشم. استرس نگیر راحت ملایم. سریع بشی فشارت پخش بکن. وای زهر انا بیا بزن که بریم. میدونین که من شنا بلد نیستم. یاد میگیری اگه افتادیم هر جا بودیم بودا این سمت من. مجبور که شدی یاد میگیری. نه شنا که بلدم. مشکلم اینه یهو بیفتم هول میکنم میرم ته خودم. بیا اینم قایق سواری. کاپیتان تیم. اسم تیمتون چی بود؟ روینگ پادووا. پادووا از دانشگاه هست دیگه. تیم دانشگاه هست. بابا این همه باشگاه رفتید من نمیدونم. مشکل زورمه؟ نه خوبه درست شد؟ الان رفت. بردم کم بود. بهمون نکنه. اون که مستقیم داره میاد سمت ما. بسه میگه یارو ماهی گرفته از آب آورده بیرون کجه. یکی میاد میپرسه میگه ماهی چرا کجه؟ که سر پیچ گرفته میشه. ترابچه همه. بزن مردی که چرا بردی تا همینه من پدرم در اومده. موج اونه نه؟ خوش میگذره. صفا و خوشی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی دوستان و حضاران و بینندگان گرامی. پاپم مرد. بذار به صورت رسمی بگم. خب بذار من قطع کنم. نه بذار بخونه. دارم تبلیغش عرض تو بریم با آهنگ. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد اللهم سیدین الساجدین الله فی ما بقیت الله. چی میگن دیگه دامش؟ شباش سپید جانومه. سپید جانو خدیجه جان. وقت آبتنیه. آقا آیدین میخواد آبتنی کنه. برو دست خدا. سلام خوشگه. ایمانی فیلسوف تا الان 6 صفحه‌شو خونده ها مردم. فکر نکنین تازه واس کرده فقط برای فیلم ها. 5 صفحه خونده. الان 6 رو دارم تمام. میدونی که من مطالعه واسم مهم. ارواح امام خمینی. آقای ایمانی مشتی اومده یه تنه یه جمله 35 کلمه‌ای گفته. دیگه ایمانی چی گفت؟
میگه گمتسو یعنی وسطی. پوینتشو گفتم از 35 کلمه یک کلمه چه فهمی گمتسو. وسط رودخونه. گفتم مسیح خب بدبخت 2500 سال پیش مرد. ها کاکا پاپ هم مرد امروز. پاپ هم مرد بدبخت. امروز پاپ فرانسیس به رحمت خدا را خدا بیام من یقرا فاطمه صلوات. یا Well, there you go, acting like it's. خب قایق رو پاک کردیم اونجا دقیقا. یه اومدیم قایق نهار. دیگه هم داره میاد. حالا اومدیم تو پیاده رو نهارمونو بخوریم علیش کنیم بریم. بشینیم. جوراب کفش نداریم. همه با جورابیم. این همه وسایل آوردیم کفشو در آوردیم. کفشا گذاشتیم اینجا چون تو قایق جا نداره. از اینجا خب خدا رو شکر او قایق رد شیم بتونیم بریم. با قایق اومدیم یه جایی نمیدونم کجایی. اومدیم وایسادیم نهار بخوریم دشت نگاه خدا وکیلی. وای سی دشت چقدر قشنگه ولی راهو فقط با قایق میشه دیگه. همه تون گرم. دم فیلم بردار گرم نگاه چی از جون مایه گذاشته. از جون مایه گذاشت کاکام جواد. تو چه داری کاکا؟ برنج و خورشت. به به آیدین هم برامون اولویه درست کرده. نمک داره؟ نمیدونم. همه تون چرا نمکی؟ به اولویه رو نگاه واکن کو کالباسش نه. یه اقتصادیه دیگه هرچی مرغش. پول داشتین دادین قایق یعنی نه مرغ توشه نه کالباس. نه فقط تخم زده. باشگاهی رژیمی. ولی اوکیه. نه خوشمزه است. تش میشینیم تا صبح. جواد ناموسن نریم. شوفرتون منم. داریم بر میگردیم. دوتا ملوان نشستن پشت فرمون.